هموطنان گرامی، فردا ماه مبارک رمضان که هر روز آن برای مردم مسلمان مکتب پرهیزگاری، خودشناسی و انسان دوستی و همت بلندی و خیر و سخا می باشد فرا می رسد. به این مناسبت همه شما را صمیمانه تبریک گفته و خاندانتان سلامتی، فیض و برکت و رزق و روزی فراوان می خواهم. تاجیکستان صاحب استقلال ما حالا در مرحله تشکل و تکامل دولت ملی، یعنی در روند دولت سازی و دولتداری نوین خود قرار دارد. مسلم است که در روند دولت سازی و دولتداری ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی نقش مهم می‌بازند. به عبارت دیگر، قانونیت بنیاد دولت ملی معاصر تقاضا می‌کند که هم رسم و آیین‌های اجدادی و سنت و عنعنه‌های ملی و هم ارزش‌های اعتقادی در خدمت آسایش و آرامی و سعادت مردم تاجیکستان قرار داده شوند، زیرا آنها جزئی ترکیبی و جدای ناپذیر فرهنگ ملی ما را تشکیل می‌دهند. ما باید همیشه شکرانه کنیم که ماه مبارک رمضان را در شرایط امن و آسایش استقبال می‌گیریم و در فضای آزاد اعتقادی زندگی می‌کنیم. چنین شرایط مساعد و فضای سازگار هر فرد صاحب عقل سالم و صاحب ایمان را وادار می سازد که به قدر استقلال و آزادی وطن و صلح و ثبات کامل رسد و شکرانه این نعمت‌ها را بجا آورد. همدیاران ارجمند، در حدیث‌های پیغمبر اسلام حضرت محمد ماه رمضان همچون ایام خیر و سخاوت، رحمت و مغفرت، آمرزش گناه‌ها و اجابت دعاها تاکید شده است. گرامی دانستن این ماه شریف برای مسلمانان جهان از آن سرچشمه می‌گیرد که کتاب مقدس قرآن در آن نازل شده است. این ماه ارزش و حکمت‌های زیادی سبق آموز دارد. یکی از آنها پرهیزگاری و پاکی، غلبه بر نفس و خودداری کردن از بدی و زشتکاری می باشد. پرهیزگاری در اصل ماهیت عالی انسان دوستی دارد، زیرا زندگی کردن با رزق پاکیزه، مروت و از روی توان و امکان کمک کردن به نیازمندان، انجام دادن دیگر عملهای خیر و ثواب و دهها ارزش نیک اخلاقی در این ماه شریف برای روزه‌داران حتمی شماریده می شود. باز نمودن در سخاوت و همت نه به خاطر دریافت مرتبه و شهرت میان اهل جامعه، بلکه به خاطر رضای خداوند از خصلت‌های دیگری این ماه مبارک می باشد. شخصی که در این ماه یک عمل نیک یا یک کار
خیر و ثواب را انجام می‌دهد، مانند کسی است که 70 عمل فرضی را در غیر این ماه انجام داده است. صدقه به یتیمان و معیوبان، عائله‌های بی‌سرابان و کم‌بضاعت و دیگر نیازمندان یکی از عملهای خیر می باشد که ثواب بیشتری انجام دادن آن محض در ماه شریف رمضان تاکید شده است. در این بابت پیامبر اسلام فرمودند بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. حکمت صدقه از نظر اجتماعی همراز و همنوای جامعه در غم و سعادت آن بودن است. از این رو در این ماه مبارک به یتیمان و معیوبان، محتاجان و درماندگان، عائله‌های کم‌بضاعت و شخصان بی‌سرابان دست یاری دراز کردن در آبادی کشور و حل مشکلات اجتماعی مردم سهم گذاشتن بسیار مهم می باشد. مثلا بنیاد و تعمیر مؤسسه‌های طبی، مکتب و کودکستان‌ها، راه و پل‌ها، آب برآوردن به محل زیستی همدیاران یا آباد کردن منزل زیستی عائله‌های کم‌بضاعت و محتاج نسبت به هر عملی تعصب آمیز ارزش زیاد معنوی و اجتماعی و منفعت و ثواب بیشتر دارد. فراموش نباید کرد که ماه رمضان ماه امتحان نه فقط نیروی جسمانی، صبر و تمکین و پرهیز از غذا، بلکه آزمایش روح و روان و پاکیزگی نیت و عمل انسان نیز می باشد. ما باید همیشه و خصوصا در ماه شریف رمضان با یکدیگر دست یاری دراز کنیم و خصلت‌های نیک انسانی را رعایت نماییم. دیگر از فضیلت‌های بزرگ این ماه از آن عبارت است که شخص مسلمان باید از خراجات بی موقع و اسرافکاری که باعث مشکلی در روزگار خود او می گردد خودداری نماید. زیرا دایر به اسرافکاری در سوره اعراف قرآن مجید آمده است بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، زیرا خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. هموطنان عزیز، ماه شریف رمضان امسال با آغاز فصل بهار و موسم کشت و کار راست می آید. بهار فصل زنده شوی طبیعت و آغاز زحمت سازنده می باشد. دین مبین اسلام انسانها را همیشه با زحمت کشی، کسب و کار و سعی و تلاش برای رزق و روزی دعوت می‌کند. هر کسی که در روزهای ماه مبارک رمضان با نیت پاک زحمت می‌کشد و کشت و کار می‌کند، نه تنها رزق خود و اهل عائله‌اش را تامین می‌سازد، بلکه به جامعه نیز منفعت
زیاد می رساند. همچنین ما را ضرور است که زبان پاکیزه و معامله نیک با همسایه ها، رحم و شفقت به دردمندان، غمخواری و مهربانی به کلانسالان، حسن معاشرت با اهل خاندان و نزدیکان و پیوندان، مروت با دوستان و همکاران، جوان مردی و عالی همتی و قدرشناسی را رفتار و کردار همه روزه زندگی خود قرار دهیم. در شرایط امروزه جهان که به انسانیت و رانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معرفتی تهدید می نمایند، ما باید ارزش‌های ملی، فرهنگی و اعتقادی خود را حفظ نماییم. ما باید پیش از همه ماهیت اصلی فرهنگ اسلامی را درست درک کرده، آن را از همه گونه اندیشه های نادرست و خرافاتی پاک نگاه داریم و در راه تربیت انسانی کامل استفاده بریم. امروز وقتی که جهان با تهدیدهای گوناگون اطلاعاتی و مفکوروی روبرو گردیده است، ما باید در دایره تعلیمات واقعی اسلامی و عنعنه‌های نیک ملی، انسان دوستی، تحملگرایی و وحدت و همبستگی را ترغیب نموده، به عمل و اندیشه های خرافاتی و تفکر افراطی راه ندهیم. شهروندان کشور را ضرور است که در این ماه مبارک به همدیگر مهربان باشند، با احتیاجمندان دست یاری دراز کنند، سر یتیمان را صله نمایند، با خویش و اقربا، همسایه ها، یار و دوستان مناسبت خوب داشته باشند و از دلهای خود کینه و عداوت را دور نمایند. مسلمان کامل باید به وطن و ملت خود صادق در حفظ مرز و بوم آن آماده و ننگ و ناموس وطنداری داشته باشد و در آبادانی سرزمین اجدادی خویش سهمگزار باشد. زیرا طبق فرموده پیغمبر اسلام، محبت به وطن از جمله ایمان است. در آغاز این ماه مبارک با مردم شریف تاجیکستان پیش از همه سلامتی، صلح و آرامی، ایمان کامل، خوشبختی و نیکروزی و در کار و زندگی هر فردی جامعه برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز.